به خصوص بله گل دروازه‌بان ما بود، بله. خیلی هم خوب بود، خیلی قوی. دقایق پایینی بود، میومد توپو بگیره. بله همه بین توپ، این توپ بالا که داره میگیره، همه وقتی هجوم آوردن حتی به ضربه هم نزنن، از رو سر اینا که پایین نمیره، تو مغزشون که پایین نمیره توپ، که باید بخواد بیاره پایین. بهش گفتم که به خصوص موقعی که توپو داری میگیری، خارجی بودم، بعد انگلیسی صحبت میکردم، همون جمله معروف رو به کار بردم که گفتم به خصوص I am a book no توپ I am a book no on the table I am a book on the table. گفت به نظر من آموزش زبان رو میتونید خیلی خوب انجام بدید. گفت همه دیگه هرچی اومد دو مشتی مش کرد رفت. دقایق به پایینم بهترین شکل یادگیری بوده واقعا. بعد گفت آقا شما خیلی خوب بهش گفتید. گفتم چون که زبانتون خوبه. گفتم ما یه زبان خاصی داریم خودمون میدونیم، همه چی در همون خلاصه.